در نتیجه عملی سازی تدبیرهای شایسته دوره به دوره ناحیه بلندکوه شمس‌الدین شاهین سیمای نو گرفته رشد با مرامی ساحه‌ها به تدریج تأمین گردیده ایستاده است. عین حال تدبیرهای بنیادکاری و سازندگی‌ها در ناحیه با وسعت جریان دارد. در برابر دستگیری‌های منتظم حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ساکنان و صاحبکاران وطنی نیز بهر آبادی و آسایشتگی این گوشه دیار پیوسته سهمگذاری می‌نمایند. همزمان در ناحیه شمس‌الدین شاهین دایر بر رشد ساحه صنعت، معارف و تندرستی، فرهنگ، ساختمان، راه و نقلیات، کشاورزی، ورزش و دیگر ساحه‌های مهم دولتداری زمینه مساعد فراهم آورده شده تا رفع دستاوردها افزوده ایستادند. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه شمس‌الدین شاهین عملی سازی 216 انشاءات نقشه گذاری گردیده است. از جمله بنیاد 17 مؤسسه تعلیمی، 11 مؤسسه طبی، 26 شبکه‌های مهندسی، 3 انشاءات ساحه فرهنگ، 17 انشاءات در ساحه ورزش، 25 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی، 14 انشاءات ساحه کشاورزی، 12 انشاءات ساحه سیاحی و هنرهای مردمی، 50 نقطه‌های خدمت رسانی و 41 بینای انشاءات دیگر در ناحیه به نقشه گرفته شده کارهای ساختمانی با وسعت جریان دارند. با مقصد در عمل تطبیق نمودن سیاست آبادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان امروز از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شمس‌الدین شاهین تمام تدبیرهای ضروری روی دست گرفته شده است. وابسته به این جهت دستات ضروری برای ماندن کارهای آبادانی هر هفته روزهای شنبه با اشتراک وسیع اهل جماعتچگی شرایط عمومی نوآوری گذرانیده می شود. همچنین در زمینه استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در اساسی نقشه چاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ساختمان از نوسازی 116 انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده و به حالت امروزه 130 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است که 60% نقشه پیش شده را در بر میگیرد. این همه پیشرفت و شکوفایی‌ها و دستاوردهای روزافزون ساکنان پیش از همه نتیجه پایداری صلح و ثبات و امن و آسایشتگی کامل وطن است که برای مردم شرفمند تاجیکستان جهت تأمین زندگی آسایشته و رسیدن به تطبیق هدف‌های سازنده زمینه مساعد فراهم آورده شده است. همه این پیشرفت‌ها، همه این گلگشویی و همه این تنجی و امانی که در این ناحیه هست، این البته زحمت و تلاش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان است که مردم شرفمند تاجیکستان از این چیز نه تنها این یک ناحیه دوردست بلکه امروز تمام تاجیکستان عزیز البته علاقه دهها روش کردند. ببینید یک ناحیه‌ای که 15 سال پیش کسی اگر امروز از روی وجدان بها گذاری کند و با امروزه از سر تا به پا فرق میکند. یعنی امروز جوانان، یعنی ما جوانان و جوانان این ناحیه نورسان و شکرگزاری کنیم که چنین فضا رو برای ما، یعنی پیشوای معظم ملت، حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت ختلان، ناحیه شمس‌الدین شاهین امروز فراهم آورده است که یعنی جوانان این ناحیه هم در برابر دیگر جوانان منطقه ها امروز باید که از همه شرایط خوب برخوردار باشند. کارهای آبادانی و سازندگی‌ها در مرکز و جماعت‌های دهاتی دوردست ناحیه اطراف مؤسسه و تشکیلات و شفت راه‌های ماشینگر با وسعت ادامه داشته دوره به دوره نمای ظاهری ناحیه آباد و زیبا گردیده با بنیاد انشاءات گوناگون و تأسیس جای‌های نویدکاری سطح زندگی ساکنان نیز تا رفع بهتر گردیده ایستاده است. خیرنسا مرادزاده، محمدی میرزا، ناحیه شمس‌الدین شاهین، اخبار.